اومدیم اینجا تو همش سعی کردی بین ما یه فاصله باشه. مگه وجود من در تو هیچ احساسی ایجاد نمیکنه؟ بعضی وقتا همچین تو فکر میری که اگه به اخلاقت وارد نبودم همون روزای اول ترکت میکردم و میرفتم. تو راست میگی فتنه، من کاملا به تو حق میدم، اما این دست خودم نیست. من هر وقت خواستم با تو صمیمیتر از این باشم، یه قدرت مرموز منو از تو حقیقت نداره. یعنی ممکنه مهری کامران، خدای من، کامران! مهری! چقدر تو منو تو گشتم. چرا منو ترک کردی؟